ایسه چشم اگر آب ریزاندی تو روی جنت نمیبینی. یکش میگه آب چشم یتیمه. وقتی بر سر یتیم همین قدر مشکلات آوردی که از مشکلات تو و بگیری آمد، میگه برای تو جنت حرام میگرده. دوم، نفری را تهمت میزنی، نفری را ظلم میکنی، اونقدر ظلم بر بالاش میکنی، اونقدر تهمت برگردنش بار میکنی که وای بیچاره تماما بر این کارها یگان نزدیکی هم نداشت، یگان این کارها را انجام دادگی هم نبود، ولی تو را وقتی که ظلم میکنی و وای از ظلم تو بگیری میآید، پیامبر گرامی گفت جنت برای تو ظالم حرام است. سیوم، کسی که پدر و مادر اونقدر دقت میده، عذابش میده که پدر و مادرم گریه دا میدارن، زور شامیت گریه میکنن، گفت این فرزند در روی جنت نمیبینن. لایکی